دوستان عزیز، باز هم یک موضوع دیگه برای دفع شیاطین و جنیات، چشم زخم و غیره. این فتیله است برای از بین بردن چشم زخم، دفع شیاطین و جنیات می باشد. دوستان عزیز، بدون اذن روحانی یا اجازه استاد این کار انجام ندید، چون عواقب خوبی ندارد. خودسرانه دست نزنید. این بسیار قدرتمند است و هر نوع شیاطین، جنیات، روح خبیثه، چشم و نظر بد شده باشد، این فتیله یادودی انشاءالله الرحمن که باطلش میکند. ما از قبل خط اندازی کردیم، نمشته میکنیم فرعون، ابلیس، فرعون، شیطان، دوباره میایم ابلیس، شیطان، نمرود، دقیانوس، دقیانوس، نمرود، قارون، هامان، ابوجهل، قارون، ابلیس، هامان، شداد، ابوجهل، ابلیس، شداد، ابلیس. اینجا 11 نوشته میکنیم، 11 11. اینجا نوشته میکنیم ابلیس، لعین، شیطان لعین، ابلیس لعین، شیطان لعین. با قلم مشکی نوشته میکنی یا همین قلم سیاه، فتیله یا دودی است، این نوشته میکنید. از این 5 دانه نوشته میکنید. دوستان عزیز دقت کنید. از این 5 تا نوشته میکنید و هر روز یکی یکی تا 5 شبانه روز
شب دود میکنید. فرق نمیکنه چه ساعتی باشد. موفق و کامگار باشید.